دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود. وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجه و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیمووا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکر جان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شراف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع می‌کنیم. آنگونه که می‌دانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟ در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذرد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یگان معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلابی را هم و مثال پرونده اخران بزرگ مهریاروف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در اینجا خطاگی و گناه عیب کلان خود مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتونم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک واکنش کند، تاثیر گویا رساند به رفت مرافعه و طلب عدالت را کند. پنهان کردن جزئیات پرونده به طور در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون در آمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت میدهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود. شراف‌الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمت. من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی می‌دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12 13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردند و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد. یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار میشدن چی میشد؟ منظورتون چی است؟ ببینید، هر چیزی که آشکار میشد و همه مردم و جامعه میفهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستند و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند. تشکر. محترم جمشید یاروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن، چی میشد؟ اونها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های آنها
فوش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیم و اگر بیاریم یا که امکش اونها چی عمل صادر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار شدن و یا با جوابگری جنایتی کشیدن خود پروکوروری که فکری عبدالکنی تصدیق کرد، از کار راندن و یا با جوابگری جنایتی کشیدن مفتش، گروه مفتشان، اگر چنین حکم برآورده میشد باید سودیا نیز با جوابگری کشیده میشد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرن. البته که من راضی هستم با سخنان شراف‌الدین، این پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا آن جزئیات پرونده‌های سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند. شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده یعنی این قضیه بافته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بافتگی این قضیه را؟ همین خودی پوشیده گذراندن مرافعه سودی یکم، گذراندن مرافعه های سودی در بینای سودها نیو در سیزو دوم، زبان خط مجبوری گرفتن از خش و تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، اویدی حتی عادی‌ترین معلومات نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص عیناً دقیقاً با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همینش رو یک پرونده یک ماده رو میدونیم، خیانت به دولت. و غیر از این با کدام ماده آنها گناهکار کرده شدن. تمامی پرونده اکای میرزانبی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست. فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سری دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافعه های سودی اون باید کشاده میشد. فقط همون قسمی که درباره سری دولتی میرود در آن باید پوشیده اعلام کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسم پرونده سری دولتی دارد، برای همین مرافعه ما به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در اومدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثبات انیق همان است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک علاوه دیگر کنم، بخشش بهانه مقامات تفتیشات پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشات پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شایع، اگر پیشکی فاش کرده شود ممکن که دلیل شایع پنهان کرده شود از طرف یگان کس، شاهد فهمد که او شاهد است به او تاثیر رسانیده شود از طرف همراهان همین جنایتگو یا جنایتکاران خیانتکار زیر دولتی، ممکن است که تاثیر به سود مفتش و دیگر رساند. تا اینکه خلل به تفتیشات نرسد، دلیل ها پوره مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفتی تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یگان شاهد دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در EVS و سیزو هستند، یگان کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند. تمام دلیل ها علاقه هست، محکم شده هستند، برای سود تیار هستند برای پیشنهاد کردن یگان دلیلی که پنهان شود یا که یگان حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین پنهان میکنید و میگویید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرافالدین گدایف، شما به همین نقطه نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟ 100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکراتور گنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان می‌دهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن درباره امنیت دولت می‌رود، خودی نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می‌بردند و اما پروکراتور گنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سپارشی بود و بسیار دلیل‌ها و روندهای این پرونده نشان می‌دهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان می‌دهد. هنگام ادامه محاکمه این چهره‌های شناخته ما این سخنان را می‌شنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنان مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبادلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یاروف، مرحمت. بله، در جامعه‌ای که هر یک دویم نفرش با مقامات همکاری دارد، خویشتباری دارد، در جامعه‌ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات‌های قدرتی، چونین عمل غیر امکان است. بغیر از این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی. این رو من انیق گفته میتوانم. یگان عمل آنها صادر کردن نمیتوانستند و نکردند، ولی ممکن است که آنها یگان فکر کردند و در علم حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست، یعنی که مثل نه نکازویمی، یعنی که فکر کردن ممکن است، عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ درباره همین شاید فکر باشد، شاید یگان گپ آنها رو مقامداران دیگر خیلی تاب دادند، دوخوره فکر کردند و بخشش با سخنهای شرافالدین علاوه کردنی هستم اوید اونه که چرا پروکراتور گنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جامعه تاجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این با دولت برابر نیست. دولت این عائله امام علی رحمان و این رژیم است و وقتی که خیانت به دولت میگن این یعنی که خیانت به امام علی رحمان و عائله است، یعنی که گم کردن صداقت به امام علی رحمان و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خیشتباری نزدیکی امام علی رحمان همین پروکورور سابق پروکورور گنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود رو نشان دهد. تشکر. شرافالدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواهید؟ مرحمت. پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتب است که حتی از دیگر کشورها شخصیت‌های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصیت‌هایی که با نفوذ سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن این پرونده این پیام برای همه آنها هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سبب تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه، نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده میکنند. من بار دیگر این مسئله را
هم جبهه سیاسی هم جبهه ژئوپلیتیکی دارد و گناهگار کردن خودی رخشانه رحمانوف رخشانه حکیموف ببخشید با گویا که کدام گذرانده است و نظرسنجی عایدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمانوف صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواهد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در راهبر نباشم، فرزندی من راهبر نباشد، آنها راهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها و دیگر مسئله این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعانه خبرنگاران را ما شاهد شده ایستاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم اموملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم اموملی رحمانوف پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمندها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید. تشکر. تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم‌های حقوق را میاریم با تبادلات با تروریسم با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که به سر حاکمیت بیاید. این هم باشد رستم اموملی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت‌های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمندهای کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان‌ها به خاطر به قدرت آمدن رستم اموملی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند. اینها قربان این سیاست ها، قربان بازی های اموملی رحمانوف گشتگی هستند. تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شراف‌الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر به سر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظری شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شراف‌الدین؟ بله، من هم همین فکر هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم اموملی پیدا می شوند یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یگان تاثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردن راه، کشودن راه به سر قدرت آمدن رستم اموملی است. این یگانه مقصد و یگانه راه است، یعنی که دیناستی خود را دوام دادن اموملی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و زیدی این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی رسو لیشنی بود، این کار را لازم نبود کردن و یک احتیاطکاری خونین حساب میکنم. حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگراندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی‌های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شراف‌الدین گدایف، مرحمت. ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سر قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید تاجیکستان ازمنی، و به خاطر این تاجیکستان ازمنی بودن و تمام این قرارهایی که قبول می شود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای
به قدرت رسیدن فرزندش خلل رسانه یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رسانند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه. جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت. یک معمولی شده ایستادن و یک به طور سیستماوی علاقه عمل میکنن که دلخواه شخصی که با مقامداران، با یگان مقامدار الهیده یا اینکه حکومت گفته شراف‌الدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمال خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یگان قانونیت، یگان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمارند نه حسابات دهند، نه ضرور میشمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که درباره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میگیرد، خود زیر خطر می‌غلطد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی‌کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه‌های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسی، به همین عمل‌ها جلب کنند. تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیمووا، خبرنگار تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم 10 ماهه و شیرخوار که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه با این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت. اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دورکنی یا اینکه حکم اقلا می داشتیم، با خط زدن همون معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پراتر گفته می توانستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی اصول کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم، چون که از حد پایانترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایانتر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من واجبین فکر میکنم. ولی ببینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چه رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطاً تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دهند، پاسخ دهند که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چنین زندان کردیم. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود. تشکر زیاد. شراف‌الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم خیلی فشرده تر، وقتمون اندک مونده است. مرحمت. من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. 3 شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پوره از جانب
این راهبر کشور غصب شده است که راهبر تمام سودها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت که مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی و منافعت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم تاجیکستان است متاسفانه. و در اینجا به پایان برنامه میرسه. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشیدیارو و شراف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان و من میرزا نبی خالقزاد بودم. برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.